بر اساس این مصوبات سقف تعرفه هر پیامک به زبان فارسی در سیم کارت دائمی 116 ریال و هر پیامک به حروف انگلیسی 289 ریال تعیین شده. پس این فینگلیش می نویسن، اینو ننویسین. این انگلیسی حساب میشه، بعد 2 برابر باید پول پیامک بدی، همون فارسی رو بنویسین. تعرفه پیامک در سیم کارت های اعتباری 20% بیشتر از سیم کارت دائمیه. همچنین کمیسیون تنظیم مقررات تعرفه پایه 1 دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای تلفن همراه رو برای سیم کارت دائمی دقیقه 649 ریال و سقفش 779 ریال تعیین شد. برای سیم کارت اعتباری 1 دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای تلفن همراه 1169 ریال. او خیلی تفاوتشه ها. اون میشه دقیقه 64 تومن و 9 ریال، این میشه دقیقه 116 تومن و 9 ریال. خیلی تفاوته. تعرفه 1 دقیقه مکالمه بین شبکه‌ای همراه به ثابت سیم کارت دائمی 812 ریال، سیم کارت اعتباری 1218 ریال. در مصوبه تعیین تعرفه مکالمه تلفن همراه محاسبه کارکرد مشترکان بر اساس ثانیه هم پیش بینی شده. تعرفه تماس تلفن همراه به تلفن ثابت 599 ریال، همراه به همراه تو همون اپراتور 599 ریال، همراه به دیگر اپراتورهای 625 ریال و تماس تصویری 1500 ریال به ازای هر دقیقه تماس تصویری. میدونی یه جوری شده که من میخوام مثلا شماره یه نفر بگیرم، بعد نگاه خب این الان شماره ثابتش، این همراهش در همین اپراتور، این همراهش در اپراتور بعدی، و بعد یه محاسبه انجام بدم که حالا میخوام 3 دقیقه باش حرف بزنم، کدوم ارزون تر میفته، برام اون شماره رو بگیرم. یعنی یه کاری کردین که آدم هر دفعه موقع تلفن زدن بشینه یه حساب کتابی بکنه ببینه کدوم خط به کدوم خط ارزون تر تموم میشه. پیامک فارسی هم 89 ریال به ازای هر پارت، همون یه تیکه پاراگراف رو میگه دیگه. پیام کوتاه انگلیسی هم 222 ریال به ازای هر پارت.